مردن برای هر آدمی به یه شکلی اتفاق میفته و از مرگ گریزی نیست. اما من فکر میکنم مردن به دلیل بی احتیاطی بدترین شکل برای مردنه. 11 اردیبهشت 1402 ساعت 10 صبح روی آخرین پایه برق روستای محسن آباد. 1000 بار اون ساعت و لحظه از جلوی چشمم میگذره. یه پایه برق فرسوده که ظاهرش بی‌نقص بود. داشتم کار میکردم و از ذهنم مشاجره‌ای که با همسرم قبل از اومدن به کار داشتم میگذشت. خبر نداشتم که مردم. تجربه دیدن اتفاقی که برای خودت افتاده بیرون از بدن خودت شبیه هیچ تجربه دیگه ای نیست. وایستاده بودم و تلاش همکارام برای احیای خودم رو میدیدم، اما کاری ازم ساخته نبود. یهو انگار رفتم توی خونم. دختر کوچولوم داشت با اسباب بازیاش بازی میکرد و همسرم مشغول آماده کردن ناهار بود. وای، دیگه قرار نیست به خونم برگردم. اتفاقات برق گلبهار از سیار تعمیرات. آقای دارابی بفرمایید. هر چی سریعتر هماهنگ کنید یه مورد آمبولانس اعزام بشه روستای محسن آباد. حادثه سقوط از اتفاق. ساعت 11 و خبر مردنم به گوش مدیر مسئولم رسیده. میدونم ناراحته و احتمالاً عذاب وجدان داره و داره فکر میکنه چقدر توی این حادثه مقصره. سلام علیکم و رحمت الله. وقت شما بخیر. بله چشم سریعا گروه اعزام میشه. بله حتما اطلاع میدم خدمت. بره چشم. مرکز اتفاقات گلبهار. بفرمایید مهندس. زحمت بکشین برای خاموشی روستای محسن آباد گروه سریعا اعزام میشه برای رفع خاموشی. در اسرع وقت به من اطلاع بدید. بله حتما سریعا گروه اعزام میشه و تا 1 ساعت دیگه مشکل رفع میشه. آقای داربی یه مورد سیب سرقتی روستای محسن آباد اتفاق افتاده، سریعا اعزام شه. داره فکر میکنه اون موقعی که بهش خبر قطعی برق توی روستا رو دادن ای کاش اینقدر شتاب زده عمل نمی‌کرد و به جای اعزام سریع ما به محل حادثه با حوصله شرایط رو برای اون مسئول محترم توضیح میداد. سلام علیکم دکتر. وقت شما هم بخیر. بله در جریان هستم. بله. نه به سرعت که نمیشه. بچه‌ها اعزام میشن، لحاظ فنی و ایمنی اگه مشکلی نباشه میگم در اولین فرصت برقرار کنم. اطلاع میدم خدمتتون دکتر. بروی چشم. مرکز اتفاقات گلبهار. سلام مهندس بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما بخیر. گروه اعزام بشه روستای محسن آباد برای رفع خاموشی. فقط زحمت بکشین همکارا قبل از صعود استکان پایه ها رو چک کنن و موازین ایمنی رعایت کنن. دستورکار ثبت شد. گروه با رعایت نکات فنی و ایمنی جهت رفع مقایم به محل اعزام خواهد شد. امروز میتونست به همین سادگی و زیبایی تموم بشه اگه این لحظه ها در واقعیت اتفاق میافتاد. آقای دارابی یه مورد سیب سرقتی روستای محسن آباد اتفاق افتاده، دستورکارش هم ثبت شده. لطفاً با رعایت نکات ایمنی به محل اعزام شه. باشه چشم، بررسی کنم اعزام بشه.
ای کاش ای کاش ای کاش. ای کاش من امروزم بعد اتمام کارم مثل همیشه به خونه برمیگشتم و کنار همسر و فرزندم بودم. ای کاش چند روز پیش به موضوعات جلسه ایمنی توجه میکردم و به سابقه کاری خودم مغرور نمیشدم. یکی از ریسک های تبدیل شبکه سیمی به خود نگهدار سقوط به همراه پایه هاست. سقوط به همراه پایه ممکنه هم روی پایه های چوبی اتفاق بیفته هم روی پایه های بتونی. پایه های چوبی رو معمولا همکاران خودمون مد نظرشون هست، حساسیت لازم رو دارن، بررسی های لازم رو انجام میدن، ولی رو پایه های بتونی معمولا یک اعتمادی نسبت به پایه های بتونی هست. در صورتی که الان پایه های بتونی فرسوده توی شبکه زیاد شده. پایه ها معمولا زیر سطح زمین آسیب دیدن، میلگرداشون بتوناشون آسیب دیده و با یک کوچکترین تنش احتمال سقوط پایه وجود داره. در ساعت 10 صبح مورخ 11 اردیبهشت 1402 من به خاطر نداشتن تفکر ایمن و بر اثر بی‌احتیاطی یا عجله خودم و همکارام مردم. به همین سادگی و به همین تلخی.